حالا شرف وجه ارادت واسه سلامت زاد جسارت شرمنده در بحث تقلید تعبدی و حجیت قول مجتهد در حق عامی آیا دلیل از آیات و روایات هم هست؟ وبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون احسنه. یعنی بهترین بندگان کسانی هستند که حرفا رو گوش میکنن و بهترین گوش میکنن بهترشون میکنن. خب نه بحث سر این است که اولا خب این آیه را هیچ کدوم از آقایون مجتهدی در بحث نه مثلا بروجردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی و امثالهم در اثبات تقلید ایشون میفهمن که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید نداره. حالا هر کدومی که الان یکی از علمای قدیم که مثلا آیت الله بروجردی شما جان عزیزی چیه رو نگاه کنید همه همینه. بعد این آیه ربطی به تقلید تعبدی نداره، تو بحث تعلیم و تعلمی تعبد همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره. یعنی بله اینجا دعوا کنید. نه ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم. ما که دعوا کردن جسارت که من نمیخوام بکنم. من دارم میگم شما رساله نوشتی، رساله من 2 جلد خود 2 جلد داشته. الان حجت میدونین قولتون رو در حق عامیانه؟ اگه مستند باشه به قرآن، خب اگه طرف شک کنه، اگه مقلد شک کرد بازم حجت یا نه؟ من بگم تو حرف نزن، موقعی حرف بزن که بتونی جواب. ببین شک کرده کردن رفته پیش یه کسی، رفته پیش یه فرد مثلا نزد، بعد آمد خوب بعد نشد ببین همه آقایون رو نمکن کنم چیزی همه آقایون رو نمکن کنم. اون هرچی گفتم که دولم میگفتم اگر بحث دینه خفشی بهتره، خفشی بهتره. تو چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی؟ من میخوای بیاموزی میخوام. من از شما مطالبه دلیل کردم. مطالبه دلیل من دارم میگم این قرآن شریف امام صادق علیه السلام فرمودن آیه در شأن ماست، خاصه در شأن ما اهل بیت احدی رو شامل نمیشه. عجب باری کلا میدونیم همه برشون میشه در قرآن شریفه. آیا قرآن محکم متشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان؟ شما اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصوم حجت آقا مرجع میگه حجت خداست، مرجع میگه حجت خداست. خفشو گفت، خفشو یعنی خفشو درست یعنی باید این همین بلا مطالبه دلیله. سلام این همین بلا این همین الان بلا حرف نزن، گفتم حرف نزن، گفتم خفشو بشی سر جا